الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. محمد چراغ دل اولیاست، محمد چراغ دل اولیاست، امام رسول و خاتم انبیاست. منور کند دین اسلام را، مسخر کند 7 اقلیم را. امور شریعت منور کند، بنای ضلالت محقر کند. ز مشرق و مغرب رسید آگهی، که آمد محمد به شاهنشهی. هزاران درود هزاران سلام، ز ما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. از نام همه ما امتانی خیلی در عصیان آلوده، هزاران درود و رحمت بی پایان بر روح پاک تو ای محمد صلی الله علیه و سلم. زیرا هرچی یافتیم از هدایت، هرچی یافتیم از عقل، هرچی یافتیم از شرف، با طفیل تو بود. این من افضل ایامکم یوم الجمعه. این حبیب خدا میگوید ای پیروان من، ای امتان من، آگاه باشید که در بین این 7 روزی که در یک هفته وجود دارد، افضلترین روزهای او این روز جمعه است. فاکثروا علی من الصلاة فان صلاتکم معروضة علی. بسیارتر در روز جمعه بر روح من صلوات فرستید، زیرا که صلوات های شما را پروردگار از نام شما در پیش من پیشنهاد میکند که فلانی امت تو امروز بر روح تو صلوات فرستاد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. جمعه گذشته و جمعه دیگر ما و شما در باب یکی از حرام کرده های پروردگار، این خمر بود، این عرق بود. الخمر ما خامر العقل، هر چیزی که با عقل انسان ضرر میرساند، هر چیزی که عقل انسان دور میکند، هر چیزی که شرف انسان از بین دور میکند، قدر و قیمت او را پس میکند، او را خمر میگوید که در برابر این بنگ و گراین و هر چیزی که باز مثل اینها مسکننده باشد داخل میشود. ما صحبت ها داشتیم و امروز هم که باشد کمی در این باب با شما صحبت میکنم و بعدا انشاءالله آن سوال هایی که نزد من است برای شما جواب میگردانم. پیش از آغاز صحبت
یک جایه به سوی پروردگار دست می برداریم. چگونه ای که از حبیب خدا ما و شما شنیدیم که افضل ترین روزها روز جمعه هست، از روی درجات، از روی اجر. و خداوند میگوید قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. هر کسی که اگر از بندگان من دعوا میکند که ما محبتی بر الله داریم، محمد را دوست بدارد. دوست داشتن محبت، دوست داشتن رسول اکرم، این نشانه محبتی بر الله است. الله میگوید هر کسی که اگر حبیبی بنا محمد را دوست می‌دارد، یحببکم الله، یقین داند که من همون بنده را دوست می‌دارم. یغفر لکم ذنوبکم، همه گناهایی که دفتر اعمالش سیاه است نامه اعمالش سفید می‌گردانم، به خاطری که محمد را دوست می‌دارد. خدای مهربان این محبتی حبیبت را، اولا محبت خودت را و بعدا محبت این حبیبت را، محبت این کتابی که بر محمد فرستادی، محبت این دینی که بر محمد فرستادی، خدایا در دل ما بندگان جایگیر بگردان و خدایا ما را از بندگانی با غیرتت بگردان. خدای مهربان تا روز قیامت ما را از این دین پاک جدا مگردان و خدای مهربان هر لحظه، هر ساعت امت اسلام را، امت محمد را، صفش را زیاده بگردان و خدایا این دین اسلام را بالای همه دینهای منسوخه و باطله غالب و استوار نگه بدار و هر نقشه هایی که دشمن ها نسبت اسلام، نسبت محمد صلی الله علیه و سلم میکشند، خدایا آنها را در نقشه هاشان ناکام بگردان و این جمهوری ما را خدای مهربان آباد و زیبا بگردان. سرورهای ما را خدای مهربان عدلشان زیاده بگردان، توفیقشان را رفیق بگردان و هر عملهای نیکی که برای آبادانی این تاجیکستان، این ملت تاجیک دارند، خدایا سزاوارشان بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خداوند برای تمام بندگانش با علم قدیم خود می‌دانست که کدام نمود طعام، کدام نمود شراب برای این بندگان من موافق است، بی ضرر است، فایده آور است. و خداوند آن نعمت‌هایی که چه از خوردنی و چه از نوشیدنی است، کدام آنها برای ما موافق است، کدام آنها در جسم ما ضرر ندارد، آنها را برای ما حلال گردانی و کدام آبها و کدام طعامهایی که برای جسم انسان ضرر آور است، آنها را پروردگار حرام گردانی. در اسلام شعار وجود دارد، شعار همه شما میدانید. اگر هر کسی که شعار خیانت میکند، و چی در دین چی در جامعه خیانتکار اعلان میشود. چگونه ای که در دوره‌های شوروی از اسلام ما و شما، از قرآن و احادیث‌های پیغمبر شعارها کرده بودند، مثل همه برای یک کس، یک کس برای همه، وطن این مادر است، پرولتارهای همه مملکت‌ها یک شوید. اینها همه آیت‌های قرآن هستند. اینها شعارهای همان زمان بود و این بهترین شعارها هست. و اسلام هم به خود شعار دارد.
این شعار باید بالای طاق هر خاندان شما باید نویساندگی باشد، کتابت کردگی باشد. سخن حبیب خداست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این شعار اسلام است. حبیب خدا میگوید اسلام شعارش همین است: به کسی ضرر نرسان و از چیز ضرر نبین. به کسی ضرر نرسان و از هیچ چیز ضرر نبین. این شعار اسلام است. عرق و انسانی که عرق نوش است، وقتی عرق را که می نوشد و از عرق ضرر می بیند. به سبب نوشیدن عرق آزار صدها برادر مسلمان دیگر می شود. این انسان عرق نوش الکه از روی که هم جسمش ضرر می بیند، هم بندگان خدا از دست او آزار می یابند، از دشنام او، از فشارهای او، از قهر و غضب او، از بیهودگی های او. وقتی آزار که می یابند، این انسان خیانتی در شعار اسلام کرده است. خیانت کرد، شعار اسلام رخنه کرد. اگر مبادای برادرای عزیز، اگر چنده که عرق در جسم انسان ضرر دارد، قدر انسان، شرف انسان گم میکند. اگر چنده فرضاً من یک مثال میارم، اگر مثلا در جسم شما هم که اگر ضرر نیارد، لکن وی در مال شما ضرر میارد، مال شما را به هدر میدهد، مال شما را بیکاره میکند و ضایع کردن مال هم در اسلام حرام است. پیغمبر خدا میگوید ان الله یرضی لکم ثلاثا و یکره لکم ثلاثا. خدای مهربان در سه کار شما راضی می شود و در سه کار شما ناراضی می شود. راضیگی پروردگار برای ما چی نعمت کلانی هست. اگر نکرده و خدا از شما ناراضی شود، وای به حال ما و شما. خداوند در سه کار ما راضی است و در سه کار دیگر از ما راضی نمی شود. اینا کدام عمل هاست؟ و یرضی لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. یکم چیزی که برای ما راضی می شود پروردگار، خوشنود می شود، این است که ما پروردگار را عبادت کنیم و به خدا شریک نیاریم. من درباره شرک به شما صحبت داشتم که حاجت طلب‌هایی که شما از مزارها میکنین، از سنگها میکنین، از مورهای چشمی میکنین، از نعلها میکنین، از خارها میکنین، اینها همه شرک به الله هست. خدا از این عمل شما راضی نمی شود. خداوند راضی می شود این که فقط و فقط از همون ذات شما حاجت طلب کنید. اولین چیزی که از شما راضی می شود. دوم و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دوم چیزی که خدا از شما راضی می شود ای بندگان خدا این است که همگی شما به قرآن، به عملهای قرآن، به حکمهای قرآن تسلیم باشید، با یکدیگر اتفاق باشید، پراکنده نباشید. خدا از این عمل شما راضی می شود. شما یکدیگر را دوست دارید، چه همسایه تو هست، چه رفیقی تو هست، در هر کجایی که زندگی میکند نامش مسلمان است، مؤمن است و برادر شماست. شما باید پراکنده نباشید، باید اتفاق باشید. پراکندگی اسلام این از روی اتفاقی کفار است. امروز کفار اتفاقند، لکن مسلمان ها پراکنده هم. مسلمان ها یکدیگر را بد میکنند، با یکدیگر دشمن هستند. از پراکندگی ما و شما امروز استفاده برد. امروز محمد صلی الله علیه و سلم که ما در خطبه او را سیدنا
اسوتنا معلمنا حبیبنا میخوانیم، امروز وای همچون یک با طریقی در صورتهایی که با طریق مزاق ما و شما یک ژورنالی داشتیم، یک مجله داشتیم به نام خارپوشتک که هر کسی که اگر خیانت میکرد، نادرست رفتار میکرد، صورتی او را در خارپوشتک میبرآوردند. امروز نام محمد، امروز رسم محمد در دنیای کفر همچنان با این صورت خیلی زشت مبدل کردند که امروز شما در اخبارها دیده ایستاده اید که از ملک دنیا اون بدبخت، اون خائن، اون دشمن اسلام صورت رسول اکرم گویا یک آفتابی که یکی از صحابه پیغمبر میگوید وقتی من در شب 15 ماه بود به زیارت حبیب خدا رفتم، اون حضرت قسم میخورد، میگوید قسم به الله که گاه به مهتاب نگاه میکردم، گاه به چهره پیغمبر، قسم به عظمتی پروردگار که چهره محمد از مهتاب دیده روشن‌تر بود. اینقدر زیبایی محمد امروز در یک مجله ها از پراکندگی مسلمان ها استفاده برده و چی رسم های نادرست میکشند کنی میبینند مسلمان ها چگونه خوابن یا بیدار. الحمدلله که امروز دنیای اسلام خیلی مقابلت ها نشان داده ایستادند برای حفاظت پیغمبرشان حبیب خدا. این عمل خداوند دوست می‌دارد. اگر ما پراکنده نباشیم باید اتفاق باشیم، باید حبیب خدا را در هر لحظه باید که ما حمایه کرده توانیم. وصف او کی لایق این ناکس است. مسلمان های ما چه تاریخی کونه دارند. زمان ما عالم بودیم، زمان ما عقل و فراست داشتیم که اون دنیای کفر وجود نداشت. شاعر ما میگوید وصف او کی لایق این ناکس است. من میگوید یک آدم ناکس این محمد چگونه وصف کنم؟ میگوید من لال از زبان من وصف کردن او دم. وصف او کی لایق این ناکس است، واصف او خالق عالم بس است. انبیا در کنه او حیران شدند، سرشناسان نیز سرگردان شدند. حبیبم را کسی که دوست دارد کجا مالک برا دوزخ درآرد. و جان و دل محب مصطفی باش، و یاران محمد جان فدا باش. محمد برای ما و شما چه زحمت‌های کشیدند، چه عذاب‌های کشیدند. خداوند او را وصف میکند لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میگوید وقتی ای امتان مسلمان، ای بندگان من، وقتی که شما اگر دشواری میکشید در کار دنیا یا در کار آخرت، محمد برابر شما دشواری میکشد. حریص علیکم، این محمد برای شما حریص است که در آتش دوزخ نافتید. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، با مؤمنها مهربان است محمد صلی الله علیه و سلم. برای امت غمخوار بود، برای امت گریان بود. اینو شاید بعضی از امتان او اگر توجه هم که کنند ذره در دل اونها شاید یگان غیرت پیدا نشود. شاید حتی که همین به عادی ترین امروز عراق ما که دعاست، حتی شاید دعا هم نکند که خدا اون ملک ها را زیر و زبر کند برای این کار خیلی ناشایستشان. حتی دعا نمیکنند. باور کنید. بار حبیب خدا میگوید مناجات حضرت ابراهیم خواندند نسبت امتش، مناجات حضرت عیسی را هم خواندند نسبت امتش. و حضرت چیکار کردند؟ فرفع یدیه فقال اللهم امتی امتی و بکا. حدیث های قدسی است. میگوید حضرت میگوید دستش برداشت و گفت پروردگارا از تو شفاعت امت طلب میکنم.
از تو شفاعت امت طلب میکنم. و بکا و حبیب خدا گریه کردن در سین 63 موی سفید به حال امت گریه کردن. پروردگار که میگوید از گریه حبیبش نافار بودن، در حال چی امر که اذهب یا جبرائیل اذهب الى محمد و ربک اعلم فاسأله ما یبکیک، رو از حبیب من بپرس چرا گریه میکند، حالان که خداوند میداند که برای چی گریه دارد. وقتی جبرائیل آمد و گفت برای امتش گریه میکند، شفاعت امت طلب دارد، انامین شفاعت امت، انامین ما و شما را. خداوند چی گفت؟ گو رو بر حبیب من سلام برسان و بگو این سنرضیک ولا نسوءک، من البته حبیب خدا را در روز قیامت راضی میگردانم، بیرق شفاعت در دستش میتون فراموش نمیکنم از امتی او. به خاطر محمد صلی الله علیه وسلم حبیب خدا از شادی چی گفتند؟ اذن لا ارضى و واحدا من امتی فی النار، پروردگار در روز قیامت از تو راضی نمیشم اگر زمان یک امت گناهگاری من در دوزخ باشد، یک امت گناهگاری من در دوزخ باشد، من از ذات تو راضی نمیشم. برای همین امت خداوند دشمنان این حبیب خدا را نیست و نابود بگرداند. خداوند دستهایی که قلم گرفت و این چهره خیلی زیبای محمد به این یک رنگ درشت مبدل گردانید، خدایا آن دستها را در آتش دوزخ بسوزانی و خدایا غیرت مسلمان ها را باز هم بیدار بگردانی. اسلام عزیزه که دین حق است، دین پاک است، خدایا در روی دنیا پریشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. دوم کاری که از ما راضی است این چیست؟ این اتفاقی ما و شماست. از پراکندگی ما پروردگار راضی نمی شود. و ان تناصحوا من والله الله امرکم. سوم چیزی که از ما پروردگار راضی می شود این است که ما آن کسانی که بالای سر خود رئیس داریم اونها را نصیحت کنیم. هر یک رئیس، هر یک سردار باید که برای خود یک نصیحتگری داشته باشد، زیرا هر چنده که اگر وظیفه بلند شدن گرفت، هر چنده که اگر پول و مال زیادتر شدن که گرفت، وسواس شیطان زیاد می شود، انسان مغرور شدن می گیرد، انسان از خدا فراموش کردن می گیرد، انسان دیگر در یادش مردن نمی زند. اگر اون نصیحتگری داشته باشد و برای او خبر دهد که روز از روزها این وظیفه تو، مال تو، ملک تو برای تو دیگر دستگیر نمی شود، انشاءالله وای باز بیدار می شود. و یکره لکم ثلاثا، من مختصرا برای شما صحبت میکنم. سه چیزی که خداوند وای بد میبیند چیست؟ قیل و قال. یکم گفتن و میگن. یکم چیزی که پروردگار وای بد میبیند این است که گفتن و میگن. چگونه ای که در مردم ما و شما بسیار است. بابام گفت، اکم گفت، یا فلانی میگه، اینها را خداوند بد میبیند. گفتن و میگن اینا حقیقت ندارد. دوم چیزی که خداوند بد ببیند این چیز و کثرت السؤال، سوال دادن بسیارم پروردگار بد میبیند. سوالم باید اندازه داشته باشد. وقتی سوال که زیاد شد این عملم خداوند بد میبیند. سوم چیزی که پروردگار بد میبیند و اضاعت المال، ضایع کردن مال است. وقتی مال ما ضایع می شود، چگونه ای که من برای شما گفتم، اگر همین عرق یا بنگ یا سیگارت یا ناس اگر در وجود شما ضرر هم که نداشته باشد، در مال شما ضرر دارد، حالان که وای در جسم شما هم ضرر دارد. ضایع کردن مال هم این حلال نیست. خداوند در قرآن میگوید
ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خداوند در سوره نساء برای ما میگوید انسان ها نفس های خودتان را با دست خودتان نکشید، زیرا پروردگار به شما رحیم و مهربان است، نمیخواهد که شما با دست خودتان کشته شوید. یعنی انسانی که عرق نوش باشد، انسانی که بنگی باشد، آیا ببینید آخری کارش به هلاکت میرسد. دیگر جسمهای او، اعضاهای او دیگر طاقت این زهر قتال ندارد. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. خداوند در دیگر آیت قرآن میگوید با دستهای خودتان به هلاکت نرسانید. انا همین آیت ها، از همین آیت ها استدلال کردن، دلیل کردن، گفتن انسانی خودکش جنازش درست نیست. کسی خودکشی میکند یعنی با دست خودش وقتی که به قتل میرساند او را جنازش درست نمیشود. و اگر انسانی هم که از عرق و از بنگ از دنیا میگذرد، وای الله که چی هست، اگر چی جنازش هم که خوانند وای دیگر ایمانی به سلامت نمیبرد. از این زهر قتال باید ما و شما دور باشیم. پیغمبر خدا میگوید من شرب الخمر ممسیا اصبح مشرکا و من شربها مصبحا امسی مشرکا. کسی اگر سحر عرق می نوشد و از بسیار نوشیدن خواب می کند، وقتی بیگاه که بیدار شد وای در صف مشرکا هست. اگر بیگاه نوشید و شب خواب کرد تا سحر مادامی که چشمش کشاد وای در صف مشرکا قرار دارد. انسان چگونه که در صحبت‌های پیشین گفتیم شارب الخمر کعابد وثن، آدم عرق نوش مثل بت پرست است، مثل مشرک است. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. پیغمبر خدا گفت آیا ایمانت کامل است؟ آیا ایمان داری تو زمانی که تو زنا میکنی؟ سوال دادن لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. حبیبی خدا گفتن نه، وای مؤمن نیست. کسی اگر به زنا می رود، زنا میکند، آیا وای مؤمن است؟ گفتن نه مؤمن نیست، وای ایمانی کامل ندارد. ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. کسی که دزدی میکند در زمان دزدی هست، آیا وای مؤمن است؟ نه، گفتن مؤمن نیست. چگونه که چند بار برای من شکایت شد که از همین مسجد 2-3 جمعه شد که بعضی پای افضال ها را می دزدند. مرگ به تو باد، او برای تو فایده نمی کند. تو چگونه مؤمن و مسلمان هستی که مال یک برادر تا می پوشی؟ چگونه او غیرت میکنی تو که پای اون پاهای خودت در کفش یک برادر مؤمنت ناترسانه تو می پوشی؟ ویا عیب است، شرم است. و به همه شما من تأکید کرده بودم که آن پای افضال هایی که ارزش قیمت دارن اونها را به پیشتان بیارین، در سلفن ها گیرین، در پیشتان گذارین، تا که باعثی نه تشویش ما شود نه تشویش شما شود، نه ما را غمگین سازه نه خودتان غمگین سازه. ولا یشرب خمر حین یشربها و هو مؤمن. پیغمبر گفتن وقتی عرق نوش که عرق می نوشد وای تصور میکند که در حالت اما عرق نوشیش وای مسلمان است، وای مؤمن است. نه، گفت وای مسلمان نیست، وای مؤمن نیست. این علی الله عهد لمن یشرب المسکره. خداوند میگوید من عهد و پیمان کردم برای آن کسی که در دنیا آن چیزی که وای مسکننده است وای می نوشد. نه مسکر آن چیزی که وای مسکننده است. ما اسکر کثیره فقلیله حرام. در دیگر حدیث ها میگوید چیزی که بسیارش اگر
مست کننده باشد کمشم حرام است. یعنی بعضی آدم ها امروز آب جو می نوشند، آبهای جوی که مثال در همون بشکه ها فروخته می شود که درجه ها دارن، وقتی اونا می نوشند یعنی با یک پیاله و دو پیاله وای مست نمی شود، یعنی با زیاد نوشیدن اون مست می شود. پیغمبر خدا همین گفتند و ما اسکر کثیره فقلیله حرام، آن چیزی که بسیارش تو را مست می کند کمشم حرام است. خداوند عهد کرده است، پیمان بسته است. گفتند من عهد و پیمان کردم برای آن انسانی که عرق می نوشد ان یسقیه من طینة الخبال، ما او را از طینت خبال می نوشانیم روز قیامت. قالوا یا رسول الله و ما طینة الخبال، قالوا یا رسول الله و ما طینة الخبال، ای پیغمبر خدا طینت خبال چیست؟ عرق نوش خداوند در روز قیامت از همون طینت خبال می داده است. گفتن طینت خبال چیست؟ حبیب خدا گفتن عرق و اهل النار و عصارت و اهل النار. از دوزخیان گفت همان زردابش، از دوزخیان همان خونهاشان، از زنهای زیناکار همون آبهایی که از فرجهاشان میریزد برای عرق نوشها روز قیامت داده می شود. کسی که در دنیا عرق می نوشد، کسی که ذره ترس از پروردگارش ندارد، روز قیامت پروردگار گفته ایستاد است عرق و اهل النار و عصارت و اهل النار، آن چیزی که از فرجهای مردها و زنهای دوزخی از بدنهای اونها عرقهایی که میریزد، زردابهایی که میریزد، اینا همه نوشاکی ها برای عرق نوش هاست، در روز قیامت داده می شود. من شرب الخمر فی الدنیا و مات و هو مدمنها لم یتوب لم یشربها فی الاخره. پیغمبر گفت کسی در دنیا عرق نوش است، کسی از این پلید از این نجیس دور نمی ایستد، می نوشد و روز قیامت از آن نوشاکی های بهترین جنت خداوند محرومش می گرداند. برادرای عزیز و پدرای مهربان، فکر می کنم اینقدر حدیث ها و اینقدر آیت هایی که بهر شما تلاوت کردم برای انسانی که اگر ذره در وجود او ایمان باشد، ذره اگر در سر او یک عقل اگر کامل باشد، برای او بسنده است. هر برادری که امروز میشنود، هر پدری که امروز فرزندی او عرق خور است یا فرزندی او عرق فروش است، باید به خلاصه بیاید. زیرا پیغمبر خدا میگوید ان الله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام، خداوند فروختن عرق، فروختن گوشت خوگه، فروختن مال مرده را، فروختن بوتها را حرام گردانیدگی هست. اون فرزندایی که از شما امروز عرق فروش است و آمده از حساب عرق برای شما غذا میخرد و حرام است، اگرچه برای تو گوشت گوسفندم که خرد، اگرچه برای تو شکر و روغن هم که خرد، اگرچه اینا حلال کرده است، لیکن مادامی که از پول عرق هست و برای شما خوردنش حلال نیست. این حدیث پیغمبر خداست، این حکم پروردگار ما و شماست. میگوید بار پیغمبر خدا به پیش یک قبرستان گذشتند، نگاه کردن یک صدای خیلی غمگین از داخل قبر بود، داد میگفت، آواز یک زن بود. پیغمبر خدا که میگوید خیلی رحیم بر امتان خود است، غمخوار امت که هست، راست این قبر در ایستاد و حضرت جبرائیل پرسید ای جبرائیل این زن از کدام امت است؟ گفتن از امت توست. این چین قدر داد میگوید؟ گفت در عذاب پروردگار گرفتار است. چی گناه داشت؟ میگوید خوب شد که صدا از خود آواز زن برآید، خود همین زن حکایت کند که چرا پروردگار این را عذاب میکند. وقتی با حکم الهی میگوید این زن که در صحبت در آمد، گفت ای حبیبی خدا این عذاب از روی من دور بگردان، زیرا 20 سال شد که من در همین عذاب گرفتارم.
میگه وقتی از اون پرسان کردن چرا؟ گفت بار در همسایگی ما یک معرکه بود و برای ما آرد آوردن که این خمیر کن. ما در همون معرکه‌ای که عرق نوشی کردن 21 نان پخته دادیم. 20 سال است که سر هر یک نان سال عذاب برای من خداوند آماده کرده است، برای یک نانی که برای معرکه عرق نوش ها تیار کرده است. امروز اون کسانی که اون رستوران های خیلی کلان دارن، آشخانه های خیلی کلان دارن، اونها که بیچاره در عذابند، حتی در همین بالای همین خدای رهی که حقاً 20 سامان یا 30 سامان همون گردشی مال دارن، بالای همون ستالهاشان در یک شیشه عرق گذاشتگی هست. حتی همین سوداگرهایی که خیلی گویم خرید و فروش کم در اندک یا 20 سامان یا 30 سامان مال دارد، در داخلی و حتمی یک شیشه عرق دارد. این حرام است، این اجازت نیست. هر یک پدر انشاءالله در اینجا اشتراک دارد. اگر در خاندان تو نباشد، برای تو فرض شد که این حکم چی برای همسایه ها و چی برای همون محله که زندگی میکنی برده رسانی. هر یک فرزندهایی که در این بلا مبتلا هستند اونها را آگاه کنی که این دنیا قدر دنیای نیست. شاید امروز یا فردا تا از دنیا میگذری، لیکن تو ایمانی به سلامت نمیبری. این از حکم انسانهایی که عرق میفروشند و به مردم عرق میدهند. امروز تویها، در تویها عرق دهی هست، عرق خری هست. یک زمان برای بعض انسانها بنگم آورده میدادند در تویها. باز این مسلمانی و باز وای میگوید من مسلمان هستم، الحمدلله مسلمان هستم. ان الله لا يقبل صلاة ما دام في جسده شيء منها. پیغمبر خدا میگوید خداوند قبول نمیگرداند آن نماز را که اگر در وجود انسان یک ذره اگر از عرق وجود داشته باشد. اگر یک قطره از عرق در وجود کدام نمازخوان اگر وجود داشته باشد، باز با اون نوشاکی که نوشیده است باز خواهد که نماز خواند. پیغمبر خدا گفتند، حتی گفتند که لا يقبل الله منه صرفا و عدلا 40 لیلة. حدیث صحیح پیغمبر است. انسانی که عرق می نوشد 40 روزه عبادت چه پروردگار قبول نمی کند. 40 روزه دعایی که می کند خداوند قبولش نمی کند. دور باشید برادرای عزیز، آن چیزی که من مسئولیت داشتم به سمع شما رسانیدم. دیگر حواله هر کدام شما را به خدا میکنیم و هر کدام شما را به خدا و به پیغمبر خدا می سپاریم. اختیار دارین، یا حکم خدا را اجرا میکنین یا حکم مخلوقای خدا را. بعضی از جوانهایی داریم که وقتی میگویی که عرق ننوش میگه آخر اطراف من همون خیلی است. من آدمهایی دارم در اطرافم که اگر ننوشم فتنه میخیزد. بگذار فتنه در روی عالم خیزد، لیکن تو عرق ننوش. تا از خدا بترس، از مخلوق کجا میترسی؟ اطراف من چنان است که اگر عرق ننوشم شاید مرا از کار پیش کنند، شاید که این رفیقا دیگر بر من رفیقی نکنند. رفیقی اونها لازم بوده است، سخن اونها لازم بوده است، لیکن سخن خالق برای انسان هیچ کار و تأثیری نداشته است. انشاءالله یک چند سوال هاست، سوال ها را جواب میگردانیم.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان شما می باشم و شما یک سوال دارم که من هر سال زکات مال را ادا می کنم. امسال داملای محله ما به من گفت که اول خانه پدر و مادرت را ساز کن، بعد زکات مالت را ادا کن. با همین سوال من پاسخی وسیع‌تر دهید. خدا حافظ. یعنی زکات دادن اینم فرض است که باید که هر یک انسانی که امروز $1000 دارد باید که $25 از او جدا کند. کسی زکات نمیدهد لا زکات لا صلات لمن لا زکات له، گفتن پیغمبر. کسی زکات نمیدهد اون نماز ندارد، او عبادت ندارد. از این خاطر زکات یکی از فرایض ها هست. انشاءالله من در این بابم شاید یگان صحبت مفصل برای کسانی که زکات میدهند، برای کسانی که زکات نمیدهند یگان موضوع مفصل تیار میکنیم. و الحال این برادر تیار کردن خانه پدر و مادر، یعنی زیبا کردن اونها به ذمه فرض نیست. یعنی اون فرزندی که صاحب زکات شده باشد باید که زکات ادا کند، و فرزندی که به دولت است باید در ذمه او نفقه پدر و مادر هم فرض است. باید فرزندی که اگر 3-4 فرزند دارد یکی از اونها با دولت است، یعنی بایتر است، در ذمه همون فرزندی به دولت نفقه پدر و مادر فرض است. لیکن زیبا کردن خانه او این یکی از احترام های پدر و مادر می شود. اگر کند بهتر، خوب، دعای پدر و مادر می گیرد. لیکن گویم که اگر او زکات ندهد و فقط همون خانه پدر و مادر زیبا کند، نه، اینجا در زیبا کردن خانه پدر و مادر شرط نیست، بلکه زکات دادن فرض است. داملای عزیز السلام علیکم. اگر مهمات یا حاجت داشته باشی چگونه عبادت انجام دهی؟ البته هر انسانی که اگر یک مهمات داری، یا مشکلات داری، یک نارسایی داری، میخواهی که من حاصل شود، اولین عملی که انجام میدهی این نماز است. نماز خوان، نمازها را بردوام کردن بگیر، یعنی نمازهای غیر فرضی را و سوی پروردگارت زاره و تولا کن. انشاءالله آن مهمات و مشکلاتی تو همه حل می شود. و دوم، حضرت ابی دردا که راوی این حدیث است میگوید پیغمبر خدا گفتن هر کسی اگر حاجت داشته باشد، یک مشکلات پیشش می آید، تا که این مشکلات دور بگرداند، باید هر یک سحر و بیگاه این کلمات را تکرار کند: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این کلمات را 7 بار سحر، 7 بار از قسم بیگاه میگویید. انشاءالله آن مهمات و مشکلاتی که دارید همه دور و برطرف می شود. السلام علیکم داملای مهربان. باز خدا علم و قدر شما را بلند گرداند. یک سوال دارم: آیا کدام وقت قبول دعا هست؟ کدام وقتها وقت قبول دعا هست؟ یعنی دعا، البته این یراق مسلمان است، دعا این عبادت است. چگونه پیغمبر گفتند الدعا ینفع مما نزل و مما لم ینزل. دعا پیشگیری میکند از آن بلاهایی که به سر شما آمدنی هست و آن بلا آفتهایی که بالای شماست. شما میتوانید با دعا اونها را دور سازید. یعنی کدام وقتا؟ حدیث ابی امامه است که پیغمبر خدا گفتند قیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم ای الدعاء اسمع. ای حبیب خدا، کدام دعا را پروردگار میشنود؟ یعنی کدام دعا را خداوند قبول میگرداند؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ جوف اللیل الاخر و دبور الصلوات المکتوبات. حبیب خدا گفتند در 2 وقت دعا در نزد پروردگار شما شنیده می شود و در 2 وقت اجابت می شود. یکم این که در میانه شب، یعنی وقتی مردم خواب هستند
شما ساعتهای 12 و 1 شب میخیزین و در این حالت نماز تهجد میخوانین، این زمان اگر به سوی پروردگارتان دعا کنید خداوند دعای شما را قبول میگرداند. و دوم دبور الصلوات المکتوبات گفت، از پس هر یک نماز فرض، همین نماز فرض که خواندیم از پس شما وقتی که دعا میکنیم انا همین دعا در نزد خداوند قدر قیمت دارد. اگرچه امروز در ما عادت شده است که فرضها را میخوانیم، سنتها را میخوانیم، در آخر دعا میکنیم، این یکی از عادتها شده است در ما. این اگرچه خلاف سنت است، فقط عادت شد در ما، لیکن اصلش بعد نماز فرض است که ما باید که به سوی خداوند حالت قبول دعاست. حضرت ابو هریره چی میگوید از حبیبی؟ ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، رواه مسلم. حضرت پیغمبر خدا گفتند باز دعای شما حالت قبول می شود که اگر شما سر در سجده مانین و در حالت سجده پروردگارتان یاد کنید. حالتی که ما و شما پیشانی را در سجده میمانیم، یعنی اگر تنها گذار باشیم، مثلا از امام هیچگاه نمیتواند که در حالت سجده دعای زیاد کند، زیرا پیغمبر خدا گفتند اذا اما احدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة والسقيم فإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. هر وقتایی که کدام شما اگر امام باشین نماز سبک خوانین، گفتم پیغمبر، زیرا در نمازهای شما خوردها و کلانسالها و بیمارها و صاحب حاجتها وجود دارد. وقتی شما تنها گذار باشید نماز دراز خوانین، گفتم پیغمبر. انا حالت سجده اگر شما رفتین و پیشانیتون را در زمین گذاشتین و از خدا زاره و تولا کردین، ان شاء الله هر حاجتی که دارین خداوند حاصلش میکند. بسیار حالت خوب است، از دست ندهین. حالتی که در سجده شما اگر خداوند دعا کنی، حالت زاره و تضرع است. السلام علیکم داملای محترم. حاجی میرزا اگر به آدابی نباشد تکلیف های زیرین کردنی هم. درباره اسراف و ضرر آن صحبت می داشتیم. درباره پیغمبرانی که در قرآن نام آنها ذکر شده است الاحیده معلومات می دادید اگر امکانیت باشد. در موضوع بهشت و وصف آن صحبت می کردید. آیید دوزخ و منظره های دهشت انگیز آن یک جمعه صحبت می کردید. درباره ازواج مطهرات یک جمعه صحبت می کردید. درباره حسد یک جمعه صحبت می کردید. درباره عادی ترین حالتهای واقع شدن طلاق صحبت کنید، زیرا خیلی هم ضروری است. انشاءالله آن صحبت هایی که ما کرده ایستاده ایم همش ضروری هستند، هیچ کدام اینها غیر ضرورت نیستند، همش ضروری هستند. و انشاءالله این تکلیف هایی که هست اینا هر کدامش با وقت دارد، ساعت دارد. خدا خواسته باشد البته اینا هم موضوع های مهم هستند، در این باب ها هم یکون جمعه صحبت میکنیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، با دو سوال با شما مراجعت کردنی هستم. زن روسی کتابی را گرفتن درست است یا نه؟ دوم، اگر یک آدم به تو نیکی میکند، خدمت میکند، ما در جوابش میگوییم که رحمت کلان، آیا این درست است؟ یعنی زنی روسی کتابی را گرفتن جایز است اگر زنی که یعنی با وجود پروردگار ایمان داشته باشد، اینا گرفتن جایز است. لیکن جایزی این هست، حقیقت دارد، آیت قرآن است. لیکن من برای همه شما برادرای عزیز، جوانهایی که زنگیر هستید، توصیه میدهم که از همین زنهای مسلمان خودمان زن گیرید. با یک ایمانی که اونها میارن لا اله الا الله محمد رسول الله میگویند، با اون شما فریفته نشوید. به هر حال هزار حیله دارن، هزار نیرنگ دارن. شما را میبینن جوانهایی که عرق نمی نوشین، شما را میبینن جوانهای زیبا هستین،
شما را میبینن قوت و توانایی خیلی زیاد دارین، اونا برای خودشان شما را همچون استفاده میبرند. اون محبتی که این زن مسلمان به شما دارد، اون زنها به شما هیچ وقت این گونه محبت پیدا نمیکنند. برای مرد این زمینی خوب انتخاب کردن هم یکی از شرط ها هست. یعنی اون زمینی را که شما انتخاب میکنید، تصور کنید از او چگونه فرزندها باز به دنیا می آید. برای همین بهترین صورتش امروز به سر هر یک مرد قریب 2 زن 3 زن راست می آید. دخترهای خودمان به شوهر هستند. شما اگر دلتان با این ملت تاجیک میسوختگی باشد، از همین خواهر و از همین همسایه های خودمان ما و شما باید که زن گیریم. اینا برای ما و شما مهم و ضرور است، تا که خواهرها و تا که این دخترهایی که از ما و شما است اینها بی‌راه نشوند. بسیار جوانهایی که امروز از روزها در رسی از زن گرفتن تا حال 5 سال و 6 سال میشد، اونها نمیمانند که اونها پیش پدر و مادرشان آید. حتی از بعضی‌هاش خبر میاد که همون حجت چه گرفته از دیگر در دستش نمیدهد، نمیگذارش که وای پیش پدر و مادرش آید. برای همین هیچگاه دل ما و شما را اون دخترهای روس نبرد. همین دخترهای مسلمانی که داریم الحمدلله برای ما و شما بهترین هستند. اینا خدمتگار هستند، اینا به قدر شما میرسند. دوم، هر یک انسانی که اگر به شما خدمت میکند، یک نیکی میکند، در جوابش رحمتی کلام گفتنم میلش سخنی نیک است، سخنی خوب است. یا ما میگیم که منتدار هستیم، اینم نیک است اینم بد نیست. لیکن پیغمبر خدا گفتند من صنع الیه معروف فقال لفاعله، کسی اگر به شما یک کاری نیک کرد، به همون انسان چی گوید؟ جزاک الله خیرا فقد ابلغ فی الثناء. انا این جواب گفتم پیغمبر بهترین جواب است، جزاک الله خیرا، خدا به تو جزای نیک دهد. جزا هم جزا گفته این پاداش میگن، خداوند به تو پاداش خوب دهد، اجر خوب دهد. جزاک الله خیرا، این بهترین جواب است در حالتی که اگر یک آدم در ما و شما خدمت کند. از رحمت کلان و از منتداریم و دیگرش این بهتر است که جزاک الله خیرا گفتن ما و شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با این سوال من جواب گویید. یکم، حاجیانی که پیش از سفرشون به آدمان عرق میدهند، بعد آمدنشان در خانه هایشان باز یشیک‌های عرق را پنهان میکنند. اسلام در حق این گونه حاجیان چی میگوید؟ از نام مخلصان دائمی شما است. در اصل وجود دارد، حاجی های وجود دارند که به مردم عرق میدهند، به مردم تمام آن منکرات شرعی را جاری میکنند، حاجی هستند. لیکن این حکم خدا چه حاجی است چه غیر حاجی است به همه یک ذیل است. کسی که اگر عرق میدهد، کسی در خانش عرق میگذارد، به همه او لعنت کردگی هستند. خاندانی که اگر عرق داشته باشد، تصور کنید که در اون خانه هیچگاه سعادت و خوشبختی رخ نمیدهد. هیچگاه در اون خانه ملائکه های رحمت داخل نمی شوند. در خانه ای که اگر حرام کرده های خدا وجود داشته باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، سوال من همین است. اگر شخصی پرسد که اول تاجیک هستی یا مسلمان، باید چی جواب داد؟ با احترام مخلصی دائمی شما. کسی از شما میپرسد تاجیک هستی یا مسلمان، و خودش گمراه هست، خودش بی عقل هست. زیرا در اسلام ملت هیچ اهمیتی ندارد، چه عرب باشد، چه تاجیک باشد، چه روس باشد، کدام ملتی که نباشد، در نزد خداوند اعتبار فقط اسلام اوست. مسلمان باشد این خودش کفایت کننده است. تاجیک بودن این شرف نیست، عرب بودن این شرف نیست، یا دیگر ملت بودن شرف نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، مکرمترین شما در نزد پروردگار از کدام ملت نباشد،
آن کسی هست که از خدا میترسد. در اسلام انا همین است. ملت هیچ اهمیت ندارد. السلام علیکم. اکای ایشان حاجی میرزا، ما ایشان نیستیم. چند بار گفتیم. اگر عادت داشته باشی برای تیز خواندن نماز، حکمش چیست؟ یعنی عادت دارد یک برادر ما که بسیار نماز تیز میخواند، حکمش چیست؟ حضرت حذیفه ابن یمان که من در باب بینمازی، در باب همان صحبت‌های نماز به شما گفته بودم، میگه که رأى رجلا وهو يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها. حضرت حذیفه ابن یمان بار میگوید آمد نگاه کرد که یک جوان یا شاید یک موی سفید، امروز موی سفیدها هم تیز میخونن نماز، یا موی سفید بود یا جوان بود، بی نهایت نماز تیز میخواند، نه رکوع دارد نه سجده دارد. یعنی رکوع و سجده هم در مذهب ابو حنیفه آرام گرفتن در رکوع و در سجده را واجب میگوید. نه رکوع پر دارد نه سجده پر دارد، تیز تیز رکوع میکند، تیز تیز سجده میکند. حضرت چی گفتند؟ حضرت حذیفه گفتند منذ کم تصلی هذه الصلاة، پیش من بیا گفتند چند سال شد که این گونه نماز میخوانی؟ این نمازی که رکوعی پر نداری، سجده پر نداری، آرام نیستی، سراستیمه هستی که تی صد نماز خوانم از مسجد بیرون شم. چند سال شد؟ گفت 40 سنه، 40 سال شد که ای حضرت حذیفه من این گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتند؟ حضرت حذیفه گفتند ما صلیت منذ 40 سنه شیئا. گفتند ای برادر عزیز، تو تصور کن که 40 سال نماز نخواندی. تو تصور کن. گفتند حضرت حذیفه صحابه پیغمبر بودند، 40 سال تو نماز نخواندی. ولو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه وسلم، اگر با همین احوالی که نمازخوانی داری، اگر با این گونه از دنیا میگذشتی، تو حتی که پیروی محمد ناشده از دنیا میمردی، تو از پیروان محمد صلی الله علیه وسلم به حساب نمیرفتی اگر با این نمازی که تو خوانده ایستاده ای. این نماز باید که یک آرامش دل باشد، نماز باید که یک ملایمی داشته باشد، یک خشوع داشته باشد، یک ترس داشته باشد، یک لذت داشته باشد. امروز برادرای ما و شما بعضی هاش تیزتر نماز میخوانند که تا که رفته تیزتر باید قضای حاجت کنند. طهارتش تنگی دارد، با همون طهارت تنگیش نماز میخواند و بعدا حاجت خانه میرود. حالا که پیغمبر خدا گفتند در دو حالت نماز شما را خدا قبول نمیکند. یکی در حالتی که اگر طهارتای شما تنگی دارد، شما با او احوال نماز میخوانید، این نماز شما نماز نیست گفتند. دوم در حالتی که وقتی نماز باقی هست و در پیش شما طعام یارند و شکم بی شما گرسنه هست، شما با این گرسنگی شکم اگر نماز خوانید، نماز تا نماز نمی شود. شما اول از طعام استفاده برین، دیگر توجه شما در داخلی نماز به سوی طعام نباشد، این حالت در شما نماز خوانید. این است آن شرط هایی که اسلام به ذمه ما و شما گذاشته است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله جمعه آینده این سوال هایی که در پیش من هست برای شما جواب میگردانم و یک جواب دیگر را در این داخل سوالش بود نرسیدیم، میخواهم که همین جمعه من جواب گویم. یک برادر ما از دوشنبه سوال روان کرده است که شما در یک کسیت اتان گفته بودید که
من به حاجی بودنم نه، من به علم کوچک داشتگیم نه، بلکه به کلابی بودنم فخر دارم. هرگاهی که کلابی میگن من قبط گوشت میگیرم. آیا این را برای چی شما گفتید؟ این ما مقصد از این کلابی گفتنی خود افتخار دارم. الحمدلله هر یک انسان باید که زادگاه خودش دوست دارد. هر انسانی نباشد از در هر محله که تولد شده حتی محلت دوست می‌داری. هر انسان در هر جایی که تولد شده است همون زادگاه خودش دوست می‌دارد. هر جایی که سفرم که کنی با دلت به همین وطنت به زادگاه می‌سوزد. یعنی این دوست داشتن زادگاه این غلط نیست، این خطا نیست. لیکن من از این جدا کردن و یا دیگر یگان غرضهای داشته باشم والله که من ندارم. من همه مردم تاجیکستانم، مردم مسلمان تاجیکستانم دوست می‌داریم، احترام می‌کنیم در هر گوشه‌ای که زندگی دارن. حتی بیرون از تاجیکستانم کدام مسلمان‌هایی که باشن اونا برادرای ما هستند، اونا رفیقان ما هستند. ما اونها را برای خود برادر اعلام کردگی هستیم. از این سخنها ما فقط اگر گفته باشیم هم گفتیم، ما یادمان هست که این یگان غرض ندارد، یگان مقصدهای ناپاک ندارد. فقط شاید من برای همین ذات